سلام، به کانال آموزش زبان دانمارک جوجه اردک زشت خوش اومدید. من سحر ترابیان هستم و قراره که توی این کانال در مورد زبان دانمارکی، کشور دانمارک، فرهنگ کشور دانمارک و داستانهایی به زبان دانمارکی با همدیگه صحبت بکنیم. توی این کانال قراره که زبان دانمارکی رو به ساده ترین، جذاب ترین و سرگرم کننده ترین حالت ممکن یاد بگیرید. یک سری مفاهیم کلی در یادگیری هر زبانی هست که ما با دونستن این مفاهیم خیلی راحت‌تر میتونیم یک زبان رو یاد بگیریم، حالا از جمله زبان دانمارکی. اولین چیزی که باید بدونیم اجزای سازنده یک زبان هستش که کوچکترین جزء اون حروف هستن که تو اپیزود قبلی به طور مفصل در مورد حروف زبان دانمارکی صحبت کردیم. این حروف در کنار هم قرار میگیرن و کلمات رو میسازن و کلمات با در کنار هم قرار گرفتن میتونن عبارت‌ها و بعد جمله‌ها رو بسازن. همونطور که میدونین و من هم اشاره کردم، کوچکترین جزء سازنده یک زبان حروف اون زبان هستن که در کنار هم قرار میگیرن و کلمات مختلف رو تشکیل میدن که در مورد حروف زبان دانمارکی توی اپیزود قبلی به طور کامل صحبت کردیم. و اما میرسیم به کلمات که اهمیت خیلی زیادی در یادگیری یک زبان دارن. به خاطر اینکه این کلمات هستن که با در کنار هم قرار گرفتن میتونن یک جمله یا یک محتوا رو بسازن. بنابراین قدم اول برای استفاده درست از کلمات اینه که ما جنس کلمات رو به درستی بشناسیم. یعنی اگه ما بدونیم که جنس کلمه‌ای که استفاده می‌کنیم چی هست، خیلی درست‌تر و بهتر و راحت‌تر میتونیم توی یک جمله یا توی یک ساختار ازش استفاده بکنیم. اگه بخوایم به طور مختصر و کلی کلمات رو دسته‌بندی کنیم، میتونیم به این شکل بگیم. دسته اول اسم‌ها هستن که توی زبان دانمارکی بهش میگن سوبستانتیو و بعد فعل‌ها که در دانمارکی بهش میگن وربا. بعد ضمایر هستن که در زبان دانمارکی بهش میگن پرونومنا و بعد قیدها هستن که بهش میگن الوربیا و صفت‌ها که میگن الیکتیوا و بعد کلمات ربط هستن که بهش میگن بین او و حروف اضافه که بهش میگن پرپوزیشونا. حالا من اینجا زیاد در مورد اینا به طور کامل توضیح نمیدم، به خاطر اینکه تک تک اینها یک مبحثی هستن که برای خودشون نیاز به یک بحث خیلی مفصل داره و در ادامه این ویدیو و در ویدیوهای بعدی در مورد تک تک اینها صحبت خواهیم کرد. اسمها و یا به زبان دانمارکی سوبستانتیو اجزای کلیدی در ساختار تمامی زبانها هستند. اسمها میتونن نقش‌های مهمی در ساختار جمله ها داشته باشن. از جمله میتونن در نقش فاعل و یا مفعول باشن، میتونن در قیدهای زمان یا قیدهای مکان حضور داشته باشن و در کل در بخش‌های مختلف جمله میتونن نقش ایفا بکنن که این اسمها هستن که در انتقال معنی در جملات خیلی اهمیت زیادی دارن. اسمها در زبان دانمارکی مثل خیلی از زبانهای دیگه جنسیت دارن. این که میگیم جنسیت دارن منظورمون لزوماً مذکر یا مؤنث بودن یک اسم نیستش. در بحث جنسیت اسمها توی اکثر زبانها اشاره به حرف تعریف و یا به زبان دانمارکی بهش میگن آرتیکل اسمها هستش که در واقع ربطی به مذکر یا مؤنث بودن اسم نداره. مثلا توی زبان فارسی ما میگیم مثلا یک دختر یا یک پسر
این یک که در اول اسم میگیم همون آرتیکل اسم هستش یا اون حرف تعریفی که برای اون اسم استفاده میکنیم که ما توی زبان فارسی جنسیت در واقع قائل نیستیم برای اسمها، هم برای مثلا یک دختر، یک پسر، یک میز صندلی همشون یک میگیم. ولی مثلا توی زبان انگلیسی آرتیکل های ا و ان هستش، مثلا میگن a book یا میگن an apple که قواعد خودشون رو دارن و حالا بر اساس اون حرف اول اسم هستش که تعیین میکنه چه آرتیکلی داشته باشه. ولی توی زبان دانمارکی قاعده خاصی برای اینکه از چه آرتیکلی استفاده بشه وجود نداره. توی زبان دانمارکی 2 تا آرتیکل هستش، یکیش این هستش و یکیش هم ایت هستش که هر دو به معنی یک هستن در واقع. و میشه گفت فقط این رو میشه گفت که 75% اسم ها توی زبان دانمارکی آرتیکل این دارن و فقط 25% از اسم آرتیکل ایت دارن و قاعده خاصی براش وجود نداره که بدونیم کدوم اسم کدوم آرتیکل رو داره و فقط به صورت تجربی و به مرور و با تکرار هستش که اینها رو یاد میگیریم. به عنوان مثال اسم هایی که اینجا هست و میبینین، این بو به معنی یک کتاب آرتیکل این داره، ایت گلاس به معنی یک لیوان آرتیکلش ایت هستش و این ربطی به مذکر یا مؤنث بودنش نداره، فقط جنسیت اسم هستش که در اینجا مشخص میشه با این آرتیکل ها. و یا در اسمهای بعدی این پی به معنی یک دختر، این درانگ به معنی یک پسر. در واقع میبینین اینجا یک دختر و یک پسر با اینکه مذکر و مؤنث هستن هر دوتاشون آرتیکل این گرفتن. و یا در مثال بعدی این کوین به معنی یک خانم و این من به معنی یک آقا، هر دوتاشون باز آرتیکل این دارن. و در مثالهای بعدی ایت هوس به معنی یک خانه و این بیل به معنی یک ماشین، آرتیکل هاشون متفاوت هستش. و اما میرسیم به ورب یا فعلها. فعلها در واقع کلماتی هستند که یک عمل و یا نحوه وقوع اون عمل و یا حالت اون رو نشون میدن. فعلها در حقیقت میشه گفت که هسته اصلی جملات هستند، به خاطر اینکه این فعلها هستند که اون عملی که در یک جمله اتفاق میفته رو نشون میدن. فعلها زمانهای مختلفی دارن و حالا برای اشخاص مختلف توی زبانهای مختلف میتونه متفاوت باشه که البته توی زبان دانمارکی نیست و در مورد اینا جلسات بعدی صحبت خواهم کرد. الان فقط میخواستم یک اشاره‌ای بکنم به فعلها که نوعی از کلمات هستن، چون داشتیم در مورد انواع کلمه ها صحبت میکردیم. و اینکه در مورد فعلهای توضیح بیشتری هم که باید بدم اینه که فعلها میتونن چند تا فرم داشته باشن. فعلها میتونن حرکتی باشن، یک حرکت رو نشون بدن، یا میتونن یک حالت رو نشون بدن و یا ترکیبی از این دوتا باشن. مثلا توی این عکس میبینین که یک آقا پسریه که داره میدوه و چند تا اردک هم دنبالش هستن. فعل دویدن رو توی زبان دانمارکی میگن لوبا. البته من گفتم دویدن حالت مصدری فعل رو گفتم، در واقع این چیزی که میبینین زمان حال این فعل هست، ولی چون الان نمیخوام در مورد زمانها صحبت بکنم فقط یک اشاره کردم بهش. و عکس بعدی که میبینین سنگه به معنی صحبت کردن هستش. و اما در مورد تلفظ این فعل ها توضیح بدم که کلمه لوبا به معنی دویدن حرف او رو داره داخلش و همون حرفی که توی حروف الفبا توضیح دادم و حرف ای در آخر کلمه آ خونده میشه. ترکیب این دو حرف در آخر کلمه میشه آ. و همچنین در مورد فعل اسناگا که حالا حرف ای اینجا میبینین آ خونده میشه و دو تا کو در کنار هم گ خونده میشه. همونطوری که با توی حروف الفبا توضیح دادم بهتون که وقتی که توی زبان دانمارکی دو تا حرف در کنار هم قرار میگیرن، دو تا حرفی که عین هم هستن، با فشار ضعیفتری تلفظ میشه.
در مورد حرف کو هم به همین شکل هستش، گ خونده میشه سنگا و باز هم ای در آخر کلمه آ خونده میشه. و دو تا فعل دیگه ای که داریم، اولی هست سپیسا به معنی خوردن و سیدا به معنی نشستن. در مورد تلفظشون بگم که تلفظشون باز اینا راحته. حرف ای در زبان دانمارکی که همون آی انگلیسی هست همه جا اکثرا ای خونده میشه و توی این کلمه هم به همین شکل هست، سپی سا و ای در آخر کلمه که میاد آ خونده میشه سپیسا. و فعل بعدی سیدا باز حرف ای اومده و این رو ای میخونین و دو تا دی در کنار هم بلو دی تلفظ میشه و در واقع همون دی بلو که توی حروف الفبا گفته بودم به اون شکل تلفظ میشه سیدا و حرف ای باز مثل اون یکی فعل آ خونده میشه در آخر کلمه. پس فعل هامون شدن سپیسا و سیدا که به معنی خوردن و نشستن هستش. و باز هم دو تا فعل دیگه داریم که اولی هست سمیلا به معنی لبخند زدن و دومی هست آبایدا به معنی کار کردن. باز هم تکرار میکنم، من اینا رو به صورت مصدر ترجمه میکنم چون که فعلا زمان فعل ها رو نخوندیم. در واقع اگه بخوایم این رو درست ترجمه کنیم مثلا میشه او لبخند میزند یا آنها کار میکنن، ولی من به صورت مصدر ترجمه میکنم که بعد اینکه زمان فعل ها رو خوندیم بیشتر در موردش توضیح بدم. و اما در مورد خوندن این کلمات ببینین فعل اول که اسمیلا هست خیلی راحت خوب خوندنش. حرف ای یا همون حرف آی انگلیسی که گفتیم همه جا ای خونده میشه اسمیلا. الان حرف ای در آخر فعل آ خونده میشه، در معمولا آخر کلمات آ خونده میشه ای. فعل بعدی رو اگر نگاه بکنین اینجا هم آبایدا. اول حرف ای در ترکیب با حرف آ خونده میشه، مثل اینکه حرف آ رو یه خورده کشیده تر میگین آ، و حرف ای و یو در ترکیب با هم آی خونده شد که قبلا همین رو اشاره کرده بودم بهش. و باز هم دوباره حرف ای و داریم در آخر کلمه که اون هم آ خونده میشه و این کلمه میشه آبایدا. و اما فعل بعدی که توی این عکس میبینین فعل لیسا هستش به معنی خواندن. حرف ای که به هم دیگه چسبیده بودن و حرف 27م حروف الفبا بود و در مورد تلفظش با هم دیگه توی درس حروف الفبا صحبت کردیم، اینجا هم ای خونده میشه مثل همون چیزی که توی حروف الفبا خونده میشد. و ای مثل اون یکی کلمات در آخر کلمه آ خونده میشه. پس این فعل میشه لیسا. این دختر خانم زیبایی که توی عکس میبینین اگر اسمش سارا باشه ما این جمله رو به این شکل میخونیم سارا لیسا این بو، یعنی اینکه سارا میخونه یک کتاب. و فعل بعدی دریگا هستش. دریگا به معنی نوشیدن هستش. در مورد تلفظ این فعل حرف یا همون آر در زبان انگلیسی غ خونده میشه، همونطوری که توی حروف الفبا توضیح دادم. این حرف رو بعضی جاها غ تلفظ میکنن، غ مثل غ غروب. و حالا حرف ای تقریبا ای خونده میشه، یه کوچولو شبیه به هم شنیده میشه توی این کلمه. و باز دو تا حرف کوگه خونده میشه و مثل همیشه ای در آخر کلمه آ خونده میشه. مثلا اگه اسم این خانومی که توی عکس میبینین سندی باشه و ما بخوایم بگیم که سندی می نوشه یک فنجون قهوه، میتونیم بگیم سندی دریگا این کاپ کافه. سندی دریگا این کاپ کافه یعنی سندی می نوشه یک فنجون قهوه. و البته
نوشیدن 1 فنجون قهوه داغ توی هوای سرد و بارونی دانمارک میتونه خیلی لذت بخش باشه. و قهوه در فرهنگ دانمارک جزء جنبه‌های مهم اجتماعی و روزمره زندگی مردم این کشور هستش و خیلی بین دانمارکی‌ها محبوب هست و به صورت روزمره از این نوشیدنی استفاده میکنن. در واقع میتونیم بگیم که همون ارتباطی که ما با چای داریم دانمارکی‌ها با قهوه دارن. و چون داریم به آخر این ویدیو نزدیک میشیم، شما میتونین یه قهوه گرم برای خودتون آماده بکنین و از نوشیدنش لذت ببرین. با لایک ها و سابسکرایب هاتون و کامنت هاتون باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر برای من برای ادامه این راه میشین. ممنون میشم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.